از آن بنده و شنونده به ادامه برنامه خوش آمدید. امیدوار هستم تا حالی که با ما هستین برای شما خوش گذشته باشد و از محتوای برنامه استفاده کرده باشید. عزیزان، چه حالی هست یاد بکنیم از شهدای حادثه بسیار اندوهگینی که در ولایت بسیار زیبا و پایتخت افغانستان کابل رخ داد و صدها هموطن بی‌دفاع و مریض ما به شهادت رسید. واقعا این کار نابخشیدنی همسایه نااهل نمایانگر این هست که به هیچ قانون به هیچ ارزش پابند نیست، نه از لحاظ احکام شرعی که در بهترین روزها این جنایت را مرتکب شد، نه از لحاظ قوانین بین المللی و نه هم در انسانیت برای این کار زشتشان جایگاه وجود دارد. در ادامه برنامه قرار داریم، قرار است راجع به عید صحبت بکنیم که در آمد عید هستیم، عید سعید فطر. اما قبل از او با آقای وحیدالله قاطع راجع به این حادثه ناگوار صحبت خواهیم کرد. آقای قاطع به برنامه بسیار زیاد خوش آمدید. تشکر و سپاس از شما. در قدم نخست سنت گهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم را زیور کلام ساخته حضور شما همکاران رسانه‌ایتان و بینندگان گران قدر برنامه مفید شما با کلمات و عبارات نورانی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تقدیم می‌دارم. و علیکم السلام و رحمت الله. پیش از همه عید سعید فطر، عید شکر، عید عبادت، عید بشارت، عید پاداش، عید وحدت و در واقع عید تقسیم جوایز الهی و این روز مبارک را محضر شما و خواهران و مادران و برادران رنج دیده‌ای که صدای مرا میشنوند تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. بسیار سپاس. آقای قاطع در بهترین موقع عبادی قرار داریم. آمد یک خوشی که از طرف الله سبحانه و تعالی بر ما عطا شده عید قرار داریم. اما این روزهای عالی ما را همسایه نااهل ما با یک حادثه خرچدار ساخت که واقعا نابخشیدنی هست و میخوایم که نظر شما را راجع به این موضوع داشته باشم. بله استاد عزیز، چنان جنایتی که اصلا قابل بخشیدنی نیست و جنایتی که در این ماه انسان مرتکب میشه به مراتبه ها عذابش نسبت بر ماهای دیگر بیشتر است. حتی حد شرابخوار چندین برابر حضرت عمر رضی الله عنه به خاطر که در ماه مبارک رمضان مرتکب شراب خوردن شده بود بالا برده بود. الله جل عظمت میگه کسی انسانی را میکشد گویا انسانیت را قتل کرده باشه، نابود کرده باشه. این امسایه های نااهل ما، این کسایی که به نام مسلمان امسایه ما هستند، امروز صدها هموطن ما را به خاک خون کشاندند، اینها را شهید کردند در ماه مبارک و در آمد عید خوشی ملت افغانستان به غم تبدیل کردند و الله جل عظمته عذاب اینها را خودش برشان برساند و انتقام این ملت مظلومه از سر این ظالما بگیرد. اله امین. آقای قاطع، در اسلام قاعده هست هر کی جان یکی را نجات داد به مثابه این هست که همه جهان را نجات داد و هر کی بدون کدام دلیل جان یکی را گرفت به مثابه ازی است که حیات تمام کسانی که در این کره خاک زندگی میکنه گرفته است. در افغانستان لله الحمد مرکز برای تداوی کسایی وجود داشت که با مرض‌های بسیار زشت دست و پنجه نرم میکردن. تلاش بود تا برش حیات داده شود، حیات دوباره رفتن به آغوش خانواده داده شود. اما در مقابل این همسایه نااهلی که از وضعیت اقتصادی از وضعیت سیاسی خودش رنج میبرد و میخواهد به یک عنوان وطن خود را کسانی که در آن کشور زندگی میکند بازی دهد، همچون جنایت را مرتکب میشه. چقدر در تضاد این قاعده عالی اسلامی قرار دارد؟ ولی در تضاد کلی در واقع است بیانگری ازی است که اونها به اسلام پایبند نیستن، فقط اسلام و تظاهر به اسلام در زبانشان است. ما میبینیم همزمان با جنگی که در غزه بود متصل، بعد از جنگ غزه جنگی که به ایران کشانده شد و در نتیجه جنگ بر افغانستان کشانده می شود. معلوم دار است که برنامه دشمنای دین اسلام، برنامه یهود، برنامه نصارا، برنامه امریکا و برنامه اسرائیل است. اینها پایبند به ارزش‌های دین نیست. به همین خاطر میان در ماه مقدس، در ماه مبارک به بالای یک ملت مظلوم، یک ملتی که سراسر معنویت ایمان دارن حمله میکنن. گناهشان هیچ چیزی جز مسلمان بودنشان
جز پرستش الله نبوده و نداشتن اینها. بخصوص می هموطنای ملکی ما را که از بین بردن، یا فقط ایمان کدام جرمی نداشتن و جرمی مؤمن بودنشان به جرم مظلوم بودنشان از طرف این ظالما کشته میشوند. آقای قاطع خداوند، اسرائیل که در غزه هموطنان و مسلمانان بی‌بضاعت را شهید میسازند، اینها را جزا دهد و همچنان با اسرائیل در جامعه اسلامی که در مجاورت کشور عزیز ما قرار دارد، اینا را هم پروردگار به عذاب خود گرفتار بکند. آقای قاطع، همان گونه که در آغاز اشاره داشتیم، در روزهای آمد عید قرار داریم و شما هم اشاره داشتیم که یک پاداش بعد از با فراگیری و همچنان متمسک بودن به ماه پربرکت رمضان و همه فیضاتش است. خواهیم که عید را کوتاه تعریف بکنیم. برای استاد عزیز، عید به معنای رجوع کردن، بازگشتن است. به خاطر این روز را عید میگن که در هر سال رجوع میکنه، برگشت میکنه، تکرار میشه. و یا با کاربرد دیگر عید به خاطر این گفته میشه که هر سال خوشی مسلمانان را تجدید میکنه، خوشی را به مسلمانان برمیگردونه. بسیار عالی است که متاسفانه خوشیمان هم همسایه‌های نااهلمان از ما گرفتن. و یا به کاربرد دیگر علما میگن که عید به معنای ازی که ما را به فطرت ابتدایمان، فطرت خداجویی و خداباوریمان، فطرتی که ما پاک بودیم از مادر زاده شدیم، به ما برمیگردانه. در این روز ما از گناه ها پاک میشویم. فطر به معنای افطار کردن، به معنای گشودن و باز کردن است. افطار هم از امی بابست، یعنی با افطار کردن یا گشودن روزه. عید فطر به معنای روزی که ما افطار میکنیم، از ماه مبارک رمضان تمام میشیم، روزه‌داریمون ختم میشه. البته به اساس کاربرد دیگر علما میگن فطر به معنای سرشت. مفهوم عید فطر میشه که عید فطر به معنای برگشت انسان به فطرت الهی خیش می باشد که امان فطرت توحید، فطرت یکتاپرستی می باشد. البته این تکامل با مبارزه به نفس اماره بسو، در پرتو و در سایه تهذیب و تزکیه نفس، با استفاده از فرصت‌های ناب همچو رمضان به دست میاد. یعنی زمانی که ما با نفسمون مبارزه میکنیم، غرور را میشکنانیم، شیطان پرستی را میشکنانیم، دنیا پرستی از نفسمان دور میکنیم، با برنامه رحمانی خدا آماده میکنیم، ابی جهاد مبارزه ما را برش رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم جهاد الاکبر میگید. ماه مبارک رمضان ماه جهاد اکبر است. روز عید تجلیل از پیروزی در این جنگ بزرگ یا در این جهاد بزرگ میباشد. در کل استاد عزیز، روز عید فطر پایان یک ماه و آغاز یک راه است. پایان ماه اشکها و لبخندها، استغفارها و بخششها، نیایشها و دعاها، رحمتها و انتظارها، پایان هنگامه های قشنگ افطار، سحریه های زیبا و لحظات راز و نیاز به الله و آغاز برای برگشتن، فصل برای شگفتن، ترنم برای بازیافتن خیش و خلاصه عید فطر عید زیبایی های معنوی و پاداش های الهی است. روز تقسیم جوایز الهی است. در این روز الله جل عظمته به بندگان مطیع و فرمانبردارش متجلی می شود. عطیه و بخشش الله جل عظمته به بندگان مطیع، به بندگان فرمانبردارش همی است که ای بندگان من در این روزی با برکت شما را بخشیدم، با نفسهای پاک بدون گناه به خانه های خود بر بگردین. چه عزت بالاتر از این که الله جل عظمته به بندگان مطیع، به بندگان فرمانبردار خود این طور خطاب بکند: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای نفس آرامش یافته در پرتو طاعت و عبادت الهی، بر بگرد، رجوع بکن به طرف پروردگارت، در حالی که تو از عملکرد دنیایت، از اعمالت و پاداش آخرت یزدان خوشنود هستی و الله از تو خوشنود است. و ای که الله زیبا پیام میدید که در میان بندگان من از جمله شایستگان و بایستگان شو، بر جنت من وارد شو، خوش و خندان باش. استاد عزیز، ماه مبارک رمضان فرصت رحمت برای تمام جهانیان بود. او کسی که از این ماه پذیرایی کرد، این ماه را به تمام معنویت عبادت کرد و چنان که لازم بود شاید و باید حق این مهمان الله را ادا کرد، طوبی له و حسن المآب، مژده و بشارت خوش برش و بهترین مکان که جنت الفردوس است از برایش باشد. بله. آقای قاطع، به تجلیل عید یا این ودیعه خوشی ها دقیقاً از چه زمان آغاز شد و از چه زمان است که مسلمان ها این عید این را تجلیل می کند؟
بله استاد عزیز، زمانی که پیامبر اکرم صلی الله صلی علیه الله وسلم علیه وارد وسلم. مدینه شد، علما قولی به می دارند دید که یهود و نصارا مردم 2 روزه داشتن به عنوان عید خوشی میکردن، تفریح میکردن، ساتیری میکردن. بعد رسول معظم اسلام صلی الله صلی علیه الله وسلم علیه بیان وسلم. کرد که الله 2 روزه را بدیل ازی برای شما که عید فطر و عید قربان می باشه نصیب میکند. علما میگن که اولین نماز عید را رسول معظم اسلام صلی الله صلی علیه وسلم الله در علیه سال دوم هجری، البته در ماه مبارک رمضان، در مو سالی که صدقه فطر واجب شد ادا کرد، یعنی نماز عید در سال دوم هجری واجب شده است. ارزش این روز چقدر عظمت دارد این روز در نزد علما؟ طوری که ما پیشتر اشاره کردم، علما میگن که این روز تقسیم جوایز الهی است. الله جل عظمته در این روز پاداشه های بندگان نصیب میکند و هر بنده به اندازه طاعت و عبادتش سهم خود میورداره، خوشی خود می داشته باشد. علما در اینجا یک نکته زیبا را اشاره میکنن، میگن آیا عید برای همه یکسان است یا خیر؟ بعد در پاسخش بیان میکنن، میگن نه خیر، عید برای همه یکسان نیست. این خوشی، این نعمت ها، این پاداش ها به هر کس به اندازه طاعت و عبادتش نصیب میشه، به اندازه اخلاصش نصیب میشه. در کل میاین مثال میزنن، میگن عید فطر مانند جشن پایان سال تحصیلی و یا جشن فارغ تحصیلی است. اما طوری که جشن پایان سال تحصیلی یا جشن فارغ تحصیلی به کسانی که دانشگاه نرفته‌اند، به کسانی که درس نخونده‌اند یا رفته‌اند زحمت نکشیدند، ناکام شده‌اند، این روز خوشی نمی باشه، روز شادی نمی باشه، بلکه روز محرومیت، روز حسرت و اندوه می باشد. به همین شکل ماه مبارک رمضان به کسایی که استفاده نکرده‌اند، از این محروم بودند، روز خوشی و شادی نیست. علما میگن ببینند روز عید فطر، این روز بزرگ، عید برای روزدارانی هستند که برای روزدارانی هست که وظیفه بندگی خود را با تمام معنا انجام داد. در این ماه الله جل عظمته را عبادت کرد. در کل علما میگن این عید تسلیم شدگان است، آنجا که میفرماید الذی جعلته للمسلمین عیدا، عید برای کسایی که اعتقادا و عملا تسلیم الله جل عظمته هستند، عید برای اونها است، برای همه عید نیست. آقای قاطی، شما واژه عید را به معنای برگشت تعریف کردی. حالا این برگشت ما و تجلیل ما و چگونگی تجلیل ما در این روز برگشت چگونه باید باشد؟ بله استاد عزیز، پرسش بسیار زیبا. ما چگونه از این تجلیل بکنیم، کدام اعمال انجام بدیم؟ برای مسلمان ها زیبنده و شایسته است اعمالی را که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم انجام داده در زندگیشان، در عیدشان، در خوشیشان، او را انجام بدین با تأسی و پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر ما تأسی و پیروی از رسول الله در اعمال عیدی داشته باشیم، محبت الله نصیب ما میشه، الله ما را دوست می داشته باشد و فوز و فلاح دارین نصیبمون میشه. اولین کاری که به عنوان مسلمان در روز عید باید ما انجام بدیم غسل گرفتن است. ما خود تمیز بکنیم، پاک بکنیم، به خاطر از اینکه الله جل عظمته پاکان دوست دارد. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. الله توبه کنندگان کسانی که باطن پاک میسازه، الله کسانی که ظاهر پاک میسازه، اینا را دوست داره. به خاطر که ما میریم در صف مسلمانان قرار میگیریم و در صف این مسلمانان ملائکه الله جل عظمته نازل میشه به خاطر تبریک گفتن، به خاطر از اینکه پیام الله را، انعامات الله را بر اینها ابلاغ بکنن. به این خاطر زیباست که ما پاک و منظم باشیم. در روایت میاد رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم بیان میکنه، میگه زمان شما از خانه هایتان بیرون میشین به طرف عیدگاه بیاین، ملائکه الله جل عظمته در معابر، در راههای عمومی، در چهارراهی ها صف بستند به خاطر استقبال شما و شما عید تبریکی میگن و شما را پذیرایی میکنن، همراهی میکنن تا عیدگاهتان، تا این اعمال نیک شما را ثبت بکنن و در پیش الله گزارش به شکل درست ارائه بکنن. و دیگه چیزی که لازم است ما ناخن‌هایمان را کوتاه بکنیم و مویای زیادگی را بگیریم که از لوازم غسل می باشد و استفاده کردن خوشبویی مسواک که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم خودش همیشه وقت به اینها توجه داشتن، این زینت‌هایشان می گرفتن و پوشیدن لباس زیبا، لباس زیبای ما در روز لباس جدید ما بپوشیم. اگر لباس جدید هم نمی داشته باشیم استاد عزیز، اما بهترین لباس ما را آتو بزنیم بپوشیم کافی است. و ای که الله جل عظمته دستور میده یا بنی آدم خودو زینتکم عند کل مسجدین، ای فرزندان آدم علیه السلام شما زینتتان در نزد هر عبادتگاه و نمازگاه بگیرید. زینت علما میگن که یعنی لباس ظاهری، زینتای ظاهری، لباس باطنی که تقوا و ترس الهی است، اون را با خود داشته باشین. علما میگن که زینت مرد با همین موارد، یعنی با غسل گرفتن، با کوتاه کردن ناخن، با اصلاح کردن بدن، با استفاده عطر، با پوشیدن لباس کامل میشه. بعضی از برادرای ما به این باور هستند زینت
ذهنیت ما دایی است که ما گردنبند طلا بپوشیم، حلقه ها و چله های طلایی بپوشیم و بهانه از اینکه نامزدی است، تحفه است، این و آن است. در ضمن از اینکه این زیبایی ما را کامل نمیکنه، از زیبایی ما میکاهد، چون یا ویژگی زنه است، ویژگی مردا نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دو چیز بلند میکنه، دو چیزه، یک ابریشم، دوم طلا را. بعد میگه که متوجه باشه این دو مورد برای نران امتی ما، برای مردان امتی ما حرام است. اگر تو نرسی، اگر مرد هستی، خبری تو نیست، شایسته تو نیست، زیبندی تو نیست، باید دور بکنی. پس وقتی که ما به خاطر الله خود زیبا میکنیم، چی ارزش داره؟ این الله جمیل یحب الجمال، الله زیبا است. کسایی که خود را به خاطر الله زیبا میسازند، ظاهرشان و باطنشان، الله اینا را دوست دارد. بله. مورد دیگری که استاد عزیز باید در عید ما انجام بدیم، این از قبل از اینکه ما در این روز عید فطر به طرف عیدگاه برویم، باید روزیمان افطار بکنیم. روش رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم این بود که با خرمای تازه یا با خرمای خشک، یکی 3 تا 5 تا یا 7 تا به شکل تاق ویتر افطار میکرد روزش. بعد تا افطار نمیکرد، در روایات میاد به طرف عیدگاه نمازگاه نمیرفت. و ای که به همین خاطر علما میگن نماز عید فطر به تأخیر ادا شود تا مسلمانان روزشان افطار بکنن. اگر خرما نبود با تام افطار بکنن، هیچ مشکل نداره. و ای که کسایی که صدقه فطرشان ادا نکردن، پرداخت نکردن، فرصت باشه صدقه فطر خود پرداخت بکنن، چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تاکید میکنه که شما قبل از نماز عید، قبل از اینکه مردم به نماز عید خارج شوند، صدقه فطر خود پرداخت بکنین. من اداها قبل الصلاه فهي زکات مقبوله و من اداها بعد الصلاه فهي صدقه من صدقات. کسی که قبل از نماز را پرداخت بکنه، زکاتش قبول شده است، و اگر بعد از نماز پرداخت بکنه، فقط صدقه از صدقات است. همچنان حضرت ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکنه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تاکید میکرد، دستور میداد که شما قبل از بیرون شدن به نماز عید صدقات فطرتان ادا بکنین. استاد عزیز، بعد از اینکه ما صدقه فطر هم ادا کردیم، دیگه عملی که باید انجام بدیم ادای نماز است. روش نماز عید هم امی است که وقتی اونجا ما میرویم، ابتدا نیت نماز عید میکنیم که نماز عید واجب با جمله تکبیراتش میخوایم بخوانیم. البته ابتدا میکنیم پیش امام، بعد میگی خالصا لله تعالی الله اکبر. بعد در اینجا وقتی که الله اکبر میگی، تکبیر تحریمه گفته میشه، امام سبحانك اللهم میخونه، 3 بار الله اکبر میگه. بر الله اکبری که میگه دست بلند میکنه، بعد پایین میکنه، بسته میشه. ده الله اکبر سوم دست بسته میشه که قرائت اعوذ بالله بسم الله را به شکل آسا میخونه، قرائت آغاز میکنه. بهتر مستحب است که بعد از سوره فاتحه سوره الاعلى را تلاوت بکنه در رکعت اول. رکعت دوم که بلند میشن، اول قرائت میکنه امام و برش مستحب است که باید سوره الغاشیه را در رکعت دوم بعد از سوره فاتحه تلاوت بکنه و در آخر 3 بار الله اکبر بگه، دستا را 3 بار بلند بکنن و دستا را بسته نکنن. در بار بلند میکنن، پایین میکنن، بسته نشه. و بار چهارم الله اکبر گفته برکوب را به این شکل تمام شه. بعد خطبه بخونه که در روز عید فطر خطبهش در رابطه با صدقه فطر و مسائل تشویقی به صدقه فطر می باشه. و بعد از اینکه عید ما نمازش تمام شد، ما یک عمل زیبای دیگری در اوجا داریم که برادرای دینی خود را در آغوش میگیریم و تبریکی برشان میگیم. این تبریکی گفتن کلماتش از اصحاب رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم نقل است که یکی بر دیگر میگفتن تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال، اعمال نیک ما را خداوند اعمال نیک شما را قبول بکنه. همین کلمات مروجی که ما شما میگیم عید مبارک، طاعات عباداتمان قبول، همین درست است. بعد از این استاد عزیز باید ما بازی‌های تفریحی داشته باشیم، تفریحات زیبا داشته باشیم، بازی‌های گوناگونی که باعث شادی میشه، برنامه‌هایی که خوشی به ارمغان میآورد داشته باشیم. رسول معظم اسلام به حبشی‌ها دستور داد که شما بازی بکنین، ساتری بکنین. بعد خودش به تماشای اونها حساس شد. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه ما آمدم رسول الله شانه‌اش پایین کرد، سر شانه از او خود قرار دادم، بازی حبشی‌ها را تماشا میکردم تا اینکه خسته شدم، پایین شدم. و رسول معظم اسلام به این کار خواست که به دشمنای اسلام بفهماند دین اسلام دین بیروح فاقد روح نیست. دین اسلام یک دینی است که شمولیت داره. و همین خاطر گرچه در جامعه ما طوری است که عید میخوانیم، در ضمن از اینکه تفریح نیست، ساتیریا نیست، باعث رنج و باعث درد هموطنایمان میشیم. و جای از اینکه بریم خوشی و خوشی را پخش بکنیم، نیکی ها را پخش بکنیم، آسایش ها را پخش بکنیم، ما برنامه‌هایی داریم که باعث آزار اذیت میشه. قاطی با عرض معذرت میخواستم بگردم به همین نقطه که شما اشاره هم داشتین. فرصت برنامه ما بسیار کم هست، میخوایم کوتاه صحبت بکنیم. یکی این که چی اعمالی را نباید در این ماه، البته در این روزهای عالی عید
انجام دهیم که مترکات است که باید ترک بکنیم. و دومین که در آمد سال جدید تعلیمی قرار داریم که بهار و عید و سال جدید تعلیمی با همدیگر آمیخته شده، یک فضای بسیار عالی و دلانگیزی را به وجود آورده. چقدر عالی هست در کنار هدایای دیگری عیدی ما قلم، کتابچه و وسایل مکتب رو به اطفال نازنین هدیه بکنیم تا این هدیه ما ماندگار در سال جدید تعلیمی باشد. بله استاد عزیز، در نخست اعمالی که باید ما ترک بکنیم در روز عید انجام ندهیم، چون جشن عبادت است. ما از عبادتی که داشتیم جشن میگیریم. امی است که ما تمام منکرات، تمام موضوعاتی که مخالف دین ما است اونا رو ترک بکنیم. به طور مثال اختلاط زن و مرد ترک بکنیم، به بهانه عید نشه اختلاط مرد و زن وجود داشته باشه. مصافحه با نامحرم ترک بکنیم، نشاد خدای نخواست ما در عید به بهانه عیدی گردی برویم با دختر کاکا، با دختر خاله، با دختر عمه که اینها به ما محرم نیست برسی داشته باشیم. و ای که سریالای مبتذل، سریالای نیمه برهنه و غیره موارد نباید ما تماشا بکنیم و این جشن ما به معصیت تبدیل نکنیم. جشن خوشی گفتیم، نه جشن نافرمانی، جشن معصیت. و ای که در بعضی مناطق مروج است اگر کسی از خانواده وفات کرده باشه، 1 سال از سری از اون نگذشته باشه، 6 ماه و 7 ماه سری گذشته باشه، خلاصه عید سرش نگذشته باشه، یک تعداد مردم جمع شده خانه از اون میرن. چرا کجا میری؟ والا عید فلان است، اولین عیدی است که اثر فلان مردم میگذره. بعد میروان خانه ای بیچاره را خانه خوش به غم تبدیل میکنن، در حالی که این کار خلاف روحیه این جشن بزرگ است. این جشن خداوند به امی خاطر این فرصت به مسلمان داده تا غمش، دردش، مصیبتش فراموش بکنه، با مسلمان ها یک جا اظهار خوشی بکنه. ما رفته خوشی از این به مصیبت تبدیل نکنیم، پس دوباره دردی از این زنده نکنیم. این خلاف دستور الله، خلاف آموزه های دین مقدس اسلام است. و بعضی خانواده وقتی که اقاربشان قبل از عید وفات کرده باشه، عید تجلیل نمیکنن با مسلمان ها، لباس های زیبا میپوشن، در خانهشان وقتی برای خانه هایشان تمیز نیست، پاک نیست. پرسان میکنی چرا جشن نگرفتین؟ میگن که ما عید نداریم، فلان از ما وفات کردن. نه خیر، اما رقمی که آمدن ما به دنیا در اختیارمان نیست، آمدن عزیزانمان در اختیار نیست، رفتنمان هم در اختیارمان نیست، هم از جانب الله است و ما مطیع باید فرمان الله و رسول باشیم. چیزی که الله و رسول در خوشی و غم بر ما تعیین کرده امور ما تا زندگیمان پیاده بکنیم. و ای که در این روز نشوه ما اعمالی را که باعث آزار و اذیت مسلمانان میشه مرتکب شویم، مثل در دادن پداقیه ها و غیره مسائل. چون رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یهدی، مسلمانی واقعی و کامل کسی است که از ضرر زبانش، از ضرر دستش دیگران در امان باشد. و یک نکته زیبا را استاد عزیز اشاره کرده که سال تعلیمی و همزمان عید دو تا خوشی با هم رسیده اید. ما چیز زیباست که در این جشن هدایایی داشته باشیم که تشویق کننده به معنویات، به علم و دانش باشه. به فرزندایمان کتاب، به فرزندایمان قلم، به فرزندانمان موادهای درسی را تقدیم بکنیم تا آنها در مسیر خداپرستی، در مسیر کسب علم، در مسیر کسب دانش و آگاهی که عزت ما در اون یافته است بیشتر علاقه پیدا بکنن، بیشتر حرکت بکنن. بسیار سپاس آقای قاطع، ممنونتان که آمدین و دعوت ما را پذیرفتین. و عزیزان ممنون از شما هم که تا این حال با ما بودین. برنامه‌تان را تماشا کردین.